اینجا پارک کوهسنگی مشهد هستش. خیلیاتون از من میپرسین چطوری همسرمو راضی کنم که تو جلسات زوج درمانی همراه من بیاد. من تکنیک خودم رو بهتون همیشه گفتم و جواب داده، اما حالا همون تکنیک رو بیایم از زبان یالوم بشنویم. شاید این بار قلم یالوم تاثیر خاص خودش رو داشته باشه براتون. من از روی کتاب میخونم و امیدوارم که لذت ببرید. مراجع به مراجعش میگه که ازش بخواد که بره پیش یه درمانگر خوب تا در حل این مسئله کمکش کنه. مراجع میگه بارها ازش خواستم اما شدیداً مخالفت میکنه. یالوم میگه چرا؟ مراجع میگه دلیلشو نمیگه، اما مطمئنم که به خاطر ترس از مواجه شدن با مرگه. یالوم میگه خب اگه بهش بگی که میخوای با هم برای زوج درمانی برید چی؟ این کار میتونه به هر دوتاتون کمک کنه و شاید از این طریق به شکل غیر مستقیم نوعی درمان شروع بشه که به شخص خودش هم کمک کنه. مراجع میگه منظورتون چیه؟ یالوم میگه یه جور پروژه مخفی. میتونی درباره مسائل دیگه رابطتون صحبت کنی. مشکل خواب، چالش‌های خانوادگی یا هر چیزی که احساس می‌کنی مفیده. بعد به مرور زمان میتونی مسئله تاثیر اضطراب مرگ همسرت رو روی خودت مطرح کنی. یه درمانگر خوب میتونه این موضوع رو باز کنه و روش کار کنه. سعیشو تکون میده، علاقه‌منده اما بسیار محتاطه و میگه اگه اولش با پیشنهاد زوج درمانی مخالفت کرد چی کار کنم؟ یالوم میگه میتونی بهش بگی که افکار خودکشی داری و نیاز داری که در مورد اون مسئله باهات همکاری کنه. اینجوری احساس میکنه که کنترل از دستش خارج نشده، بلکه داره برای خاطر تو کاری میکنه. مراجع تأملی میکنه و میگه این موضوع حسابی تکونش میده. شاید اون وقت حاضر بشه که این کارو بکنه. دقت کنین که اینجا مراجع یالوم واقعا افکار خودکشی داشته و از دروغ نمیگه که به مراجعش که مثلا تو برو بگو افکار خودکشی دارم. واقعا مراجع افکار خودکشی داشته، ولی خب خیلی از مشکلات دیگه مراجعین دارن که وقتی همسرشون بدونه معمولا همراهی میکنن. امیدوارم خوندن این کتاب رازهای قلبتون رو براتون فاش کنه، فقط و فقط برای خودت.
این جدید بود، من تا حالا خودم ندیده بودم. گنبد حرم امام رضا علیه السلام هست که دور تا دورش یه سری مکان‌ها و جای مختلفی رو به صورت نقشه نوشتن. راه آهن، جلوتر دانشگاه فردوسی مشهد، پارک ملت، حتی ترقبه، شاندیز، زوشک و جای مختلف دیگه‌ای رو هم من دیدم که مسیریابی شده بود.